وقتتون خوش. مواجهه ما با زیست سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خود من مثل مواجهه اروپایی ها در قرن 16 و 17 میلادی با بیماری است. همونطوری که اروپایی ها فکر میکردن که بیماری های انسان ناشی از ارواح خبیثه و اجنه و اینجور چیز هست و با طلسم و با جادو میشه بیماری رو درمان کرد و عواملی مثل موجودات زنده ذره‌بینی چون میکروب ها و باکتری ها و ویروس ها نیستند. همین نگاه باعث میشد که ما مثلا عفونت ناشی از چرک و میکروبی که در زیر ناخونهای خانمهای قابل بود رو به بیماری به نام آل یا به موجودی به نام آل تعبیر می کردیم و می گفتن که مثلا فلان زن رو آل برد. مواجهه ما در جهان امروز با زیست اجتماعی و سیاسی خودمان همین است. ما در یک دور تسلسل باطل قرار گرفتیم و اتفاقی که افتاده این است که ما هیچگاه مردم نبودیم، به این معنا که در موقعیت مردم قرار نگرفتیم و دائما کسانی که امروز طبق تعاریف تریبون به دستهایی چون نخبگان و روشنفکران و سیاسیون و اپوزیسیون و حاکمیت به اینها مردم میگویند اصولاً موجودیتی حقیقی و واقعی ندارند. ماها همه در پوزیشن های مختلف قرار گرفتیم. معروفترین این داستان شعار حزب توده ایرانی دال بر کثیرالمله بودن سرزمین ماست، یعنی تقسیم کردن مردمان سرزمین ما به طوایف و اقوام اتنیکی بر اساس گویش های زبانی یا منطقه‌ای، مثل تالشی و مازنی و گیلکی و بلوچی و کردی و لوری و بعد ناگهان ساختن مردمانی به نام فارس. این اولین وضعیتی است که ما درش قرار میگیریم. بعد یواش یواش در یک روند تاریخی طبیعتاً ما مورد حجمه این نظام سلطه جهانی قرار میگیریم و به دنبال یافتن پوزیشن های دیگری میفتیم، مثل تقسیم کردن جامعه به نام زنان، مردان، جوانان، پیران و گروه های اقلیتی جنسی، گروه های اقلیتی گرایشات جنسی و آنچه که ما شاهد آن هستیم. روشنفکران، نخبگان، متخصصین، مدرکداران و چهره های مشهور و مشاهیر مختلف. این تفکیک و این جداسازی پیکری به نام مردم را هیچگاه به وجود نیاورد و ما هیچ وقت در موقعیت مردم قرار نگرفتیم. شما امروز بپرسید مردم کیه؟ از آحاد مردمان سرزمین ما بپرسید مردم کیه؟ هیچ کسی حاضر نیست در موقعیت مردم باشه. چرا؟ چون ما فکر میکنیم مردمان موجوداتی ضعیف، موجوداتی فقیر، موجوداتی مظلوم و موجوداتی عقب افتاده، گرسنه، پابرهنه و فاقد هر گونه اراده هستند. به همین خاطر ما تمام تلاش من این است که مردم نباشیم و در جمع مردم قرار نگیریم. این کلاف سردرگمی که در سرزمین ما امروز و روزهای گذشته و سالهای آتی باش دست و پنجه نرم میکنیم دال بر این حقیقت است که ما بیماری رو نه دلیل میکروب و ویروس و باکتری بلکه دلیل ارواح خبیثه و موجودات فرازمینی میدانیم، مثل اجنه و مثل خیلی چیزهای دیگری.
ببینید، آنچه که ما نمیدانیم و آنچه که باعث شده تا به امروز ما در این دور تسلسل قرار بگیریم و درجا بزنیم و وقتی هم خیلی پوز روشنفکری و عینک‌های شیک منورالفکریمون رو میزنیم، میخوایم در مورد خودمون صحبت بکنیم، از عقب افتادگی و از امتناع تفکر در سرزمین خودمان صحبت میکنیم به نسبت اروپایی ها، به نسبت غربی هایی که بر جهان امروز حاکم شدند. به همین خاطر ما مثلا فکر میکنیم که عامل این عقب افتادگی ما دین، تفکر دینی و دین خویی است و ما فکر میکنیم اگر ما در زمانی با مخالفت روحانیونی روبرو نمی شدیم که ماشین چاپ ساخت آقای گوتنبرگ رو میذاشتن در سرزمین ما هم ورود بکنه، اون وقت ما با انفجار اطلاعات، معلومات و پیشرفت روبرو می شدیم. همین نگاه رو شما امروز هم میتونید به نسبت خودتون داشته باشید. مردمان دوگمی که از هر کلام تازه فرار میکنن، مردمان دوگمی که برای تعصبات دوگم خود هیچ دلیل منطقی و هیچ منطقی ندارن و اصراری احمقانه بر شنیده های خود و داشته های خود میکنن و تمام اینها رو حقیقت محض میدانن. وارد شدن به مقوله سرزمینی که امروز تحت نام دولت کورپوریشنی آنوسی یهودی ایرانی شناخته میشه، یک بحث درازدامن دارد که از منظر تاریخی بایستی مورد بررسی قرار بگیرد. چگونگی ساختن این کورپوریشن، چگونگی درست کردن و آرایش دادن این سرزمین و روایتی که بر این سرزمین حاکم می کنند یک داستان درازدامنی است که به صورت کوتاه اینگونه می شود. ببینید، ناگهان ساخت سلسله قاجاریه برای دادن یک شناسنامه تاریخی است که یک عقبه تاریخی جعلی رو به سرزمین ما نسبت بدهد. بعد داستان ساختن ساختارهای مدرن است توسط دولتی به نام دولت پهلوی و خاندانی به نام خاندان پهلوی. تحت چه نامی؟ تحت نام خواست به پیشرفت و بازگشت به عظمت گذشته. کدام گذشته؟ آن گذشته ای رو که تاریخدانان یهودی غربی برای مردمان سرزمین ما نقل کردند. و ما ناگهان با یک تغییرات عظیم و بنیادی در جامعه روبرو میشیم. یک، تلاش این کورپوریشن به کوچاندن مردم از سرزمین‌های خودشان به مراکز تجمعی تحت نام شهر. شما یک پروسه رو میبینید به نام پروسه تخت قاپو، پروسه اسکان عشایر، درگیری با قدرت‌های منطقه‌ای محلی که حاضر نیستند زیر بار چکمه رضاخانی بروند. آوردن مؤسسات جدید. ببینید، آنچه که قالب دولت ملت نامیده می شود، یعنی تعریف یک چارچوب سرزمینی و مرزی و سوار کردن مؤسسات و نهادها و ارگانیزیشن های مختلفی که همگی از یک نظم و از یک سیستم خاص پیروی می کنند برای در کنترل گرفتن جمعیت های این سرزمین های مشخص شده. لذا با ثبت آمار تولد و ثبت آمار مرگ و میر وارد بازی میشه این دولت ها. آنچه که ما فکر میکنیم تلاش مردم است، تلاش جامعه است که این تلاش حتما توسط منورالفکرها و روشنفکرهایی تدبیر شده و توسط مردم به اجرا در خواهد آمد، یک خیال باطل است. آنچه در این سرزمین ما تحت نام منورالفکر و صاحبان تریبون و مدرکدارها و انسانهای برجسته‌ای که تا به امروز میشناسیم
وجود داشتند انسانهای برساخته‌ای بودند که روند تغییرات سرزمینی ما را به سوی نیات نظام سلطه جهانی هدایت بکنند. اینها چیست؟ در افتادن با حقیقت تاریخی ما، جنگ دو پارادایم کردیت با پارادایم نظام انقیاد ادیان ابراهیمی. کردیت نه قوم است، نه زبان است، نه لباس است، نه اتنیک است. کردیت حقیقت واقعی سرزمینی است که انسانهاش نوع مواجهشون با زندگی با ما بقیه جهان فرق میکرد. جهان کردی جهان اختیار است و مواجهه انسان کردی با جهان مواجهه هنرمندانه است. مواجهه انسانی که میخواهد از انقیاد و آشوب طبیعت نیز عبور بکند و با اون در بیفته و به صورت و به فرمهای دیگری درش بیاره. اینجاست که میبینید جهان کردی جهانی نیست دچار توهم، جهانی نیست که در انقیاد یک خدای آسمانی و خدای انقیادگر ادیان ابراهیمی قرار بگیرد. من اینها رو خلاصه وار میگم به خاطر اینکه جزء ملزومات این دیبیت هست و این تحلیل هست. ولی آنچه ما انقلاب سال 57 نامیدیم فاز دوم پروژه یهود جهانی، یهود آنوسی داخلی در تسخیر سرزمینی ما و تسخیر وجودی ما بود. ببینید جامعه ما و سرزمین ما، مردمانش در این کورپوریشن ها حضور پیدا نمی کردن. ببینید تمام تلاشی که دستگاه های مختلف می کردن از این که یک مثلا فیلم فارسی بسازند تحت نام این که یک دهاتی از دهاتی می آید یا از منطقه‌ای می آید مثل دالهو، بعد این در مواجهه با شهر و زندگی شهری شیفته زندگی شهری می شود و از کافه کاباره ها سر در می آرد و عاشق یک زن کاباره‌ای می شود و حل می شود در زندگی شهری. این روند تا انقلاب سفید ادامه داشت. انقلاب سفید باعث شد جمعیت کثیری از روستانشینان، از کوچندگان و به این مراکز شهری سرازیر بشن، به خاطر اینکه تقسیم زمین، تقسیم آب را در پی نداشت و بسیاری از زمین‌های سرزمین ما لم یزرع باقی ماند و عده کثیری به حاشیه شهرهایی چون اصفهان و تهران و کرمان و یزد و کرمانشاه و سنندج و این نو بنیاد مراکزهای تجمع کوچنده شدند. اما باز مقاومت‌های درون فرهنگی، اون ضمیر ناخودآگاه انسان کردی، اون فرهنگی که در درونش نهادینه بود و مورد آماج و حملات نظام سلطه جهانی از 200 سال گذشته واقع شده بود، بایستی در هم کوبیده میشد. آنچه که به انسان کردی قدرت میداد، مثل ساختار اجتماعی و قدرتی مردمان سرزمین ما که به صورت قوانین کامن لو به نام ناموس در آمده بود و همگی رعایت می کردند، چه به صورت سبک زندگی و سبک تولید، چه به صورت سبک زیست اجتماعی، بایستی مورد حمله قرار می گرفت. دولت پهلوی تا یک جایی توانست یک سری مسائل رو نهادینه بکنه. ببینید شما در زمان پهلوی شاهد یک سری اتفاقات هستید. تلاش در هم کوبیدن تمام ساختارهای جامعه ما در پس پشت پرده غربخواهی، تمدن، پیشرفت و بازگشت به عظمت گذشته. اما این روند در یک جای میسته و مقاومت‌های جامعه و سرزمین بسیار بزرگه. به همین خاطر اربابان بزرگ فاز دوم دولت ایرانی را آغاز می‌کنند. فاز دوم دولت ایرانی ساختن یک انقلاب مذهبی است
برای تثبیت یک سری مسائل به عنوان حقیقت. ببینید اینا کسی رو به نام آیت الله خمینی میارن از بهار 57 با توسط مس میدیاهاشون، سرویس های اطلاعاتیشون این آقا رو تبدیل به یک رهبر کاریزماتیک میکنن، همونطوری که BBC در مستند قطب زادش این رو اذعان میکنه. پس آنچه که اتفاق افتاد انقلاب مردم نبود و انقلابی صورت نگرفت، یک پارادایم سویچ بود، به خاطر اینکه ما بقیه مقاومت‌های درون جامعه ای رو از هم بپاشند. تمام اونهایی که در زمان پهلوی توسط دستگاه جودو کریستیانیتی مأموران و آمران تغییرات در سرزمین ما و مورد حمله و حجم قرار دادن فرهنگ ما و واقعیت تاریخی ما بودن، امروز فرزندانشون در درون حاکمیت جمهوری اسلامی و در خارج از مرزهای این کورپوریشن همان فعالیت ها رو دنبال میکنن. اینها پدر پیشگانند، یعنی همون کاری که پدرانشون میکرد اینها هم دارن میکنن، مثل امثال امیر قاسمی، مثل امثال هما سرشار بهایی، مثل امثال برامین جهان بگلو، مثل امثال تلویزیون های ریس و درشتی که شما دارید میبینید، از چهره هایی چون خانم شهره آغداشلو گرفته تا بانو فائقه آتشین، تا کسی مثل آیدین آغداشلو و کسانی از این دست. حالا چه اتفاقی میخواد بیفته؟ ببینید 4 سال پیش جریان ما گفت که حاکمیت جمهوری اسلامی تغییر روایت میدهد، یعنی توسط اربابانش تغییر روایت میدهد، به خاطر اینکه مأموریت این روایت تمام شده و تکمیل شده. زمانی ما این مسئله رو مطرح کردیم که هیچ کسی باور نمی کرد که همچین اتفاقی خواهد افتاد. دیبیت های ما موجود است، سند تاریخی است. به همین خاطر ما هیچ کدام از این تظاهرات نمایشی درون خیابانی را باور نکردیم و گفتیم ساخته و پرداخته بیت رهبری است. ما هیچ چیزی را تحت نام فعالیت مدنی در این سرزمین باور نکردیم و میدانستیم اینها بر ساختگان سپاه پاسدارانند. مثلا ما 4 سال پیش گفتیم شعار مرگ بر جمهوری اسلامی اکسپایر است. شعار مرگ بر جمهوری اسلامی شعار بیت رهبری و سپاه پاسداران است. شعار مرگ بر خامنه ای هم ساخته و پرداخته بیت رهبری و سپاه پاسداران است. ببینید شعار رضا شاه روحت شاد، ما بارها همون موقع هم گفتیم وقتی یک عناصری مثل زم و علی جوانمردی و تریبون‌های ریز و درشتی که سعی می‌کردن یک فشار مردمی رو درست بکنن برای تغییراتی که بید رهبری می‌خواهد، با این بالا پایین کردن نرخ ارز و بمباردمنت تبلیغاتی، گفتیم کسی که مرگ بر میگوید باید درود بر هم بگوید. اینجا بهشت زهرا نیست که شما بخواید خیرات مردگان بکنید رضا شاه روحت شاد شعارتون باشه. شما وقتی میگید مرگ بر علی خامنه ای بایستی بگویید درود بر کی، و شما نمیگویید درود بر کی. ببینید امروز شما میبینید تمام تریبون های رو به سرزمین ما، از کانال منوتو تا کانال ون، از اپادنا تا پارس، از کیهان شریعت مداری تا وایس آف امریکا تا BBC، در راستای این پروژه دارند کار میکنند. کدام پروژه؟ این پروژه‌ای که علی خامنه ای بتواند برای خود جانشین تعیین بکند، اما روایت جمهوری اسلامی را نیز عوض بکند. روایت جمهوری اسلامی تبدیل بشود به روایت ایران سکولار. اما تمامی کار به دستان، تمامی کسانی که جز طبقه اولیگارش بودند میمانند، تحت تعقیب قرار نمیگیرند، حاکمان قدرت خواهند بود و این وسط مردم سرزمین ما حالشون از مردمان پاتایا بدتر خواهد شد. در روایت جدید شما این رو از آقای صادق زیبا کلام گرفته تا قاسم شعله سعدی، تا تلویزیون شهرام همایون، تا تلاش های درونی و بیرونی، تا آیت الله امجد
و فرزندش در تلاش برای شهید سازی از روح الله زم. ببینید روح الله زم ناگهان بعد از خبر اعدامش تبدیل می شود به نیما. ببینید روح الله می میرد، نیما می آید. توجه می فرمایید. روح الله که اسم کوچک آیت الله خمینی بود، روح الله رو اعدام می کنن. نیما هم که بارزترین پیکرش آقای نیما یوشیج بنیانگذار شعر نیمایی است و یک تحول عظیم را انجام داده. پس روح الله می میرد تا نیما بیاید. حالا از نوریزاد گرفته تا اسماعیل نوری علام تا تمام کسانی که تحت نام اپوزیسیون صحبت می کنند امروز حول دو شعار قرار گرفتند. یک، تغییر قانون اساسی، سکولار کردن ایران و رفتن علی خامنه ای. اینجا مردمی موجود نیست، مردمانی وجود ندارند. فقط در این زمان امکان دارد کسانی که تا دیروز انحصاراتی رو در دست داشتند به خاطر وجود علی خامنه ای در این تغییر جدید امکان دارد از گردونه حذف بشوند، مثل کسانی که مجبور شدند 57 ایران رو ترک بکنند و به کشورهای دیگری بروند و کارشون رو اونجا دنبال بکنند. خب خیلی ها این تغییر رو امکان داره دوست نداشته باشن، مقاومت بکنن. مضافه بر این که پست رهبریت، مقام رهبریت، مقام شاهی مشروطه مقام دلفریبی است و هر کسی دوست دارد این فرصت رو برای خودش مغتنم بشمره که این رو تجربه بکنه. در نتیجه آقای علی خامنه ای با اربابانش به دنبال این هستن که سناریو رو تحت نام همین چیزهایی که تکرار میکنم، مثلا قاسم شعله سعدی میاد میگه که من برنامه سوم دارم، باید با دولت مذاکره کرد و دولت رو وادار کرد که با مردم مذاکره بکنه و چه میدونم تنفیذ قدرت بکنه و در خودش تغییراتی رو ایجاد بکنه و همه چیز به خوبی و خوشی تموم بشه. شما این رو میشنوید، در کنارش حرفای دیگر رو هم میشنوید. همه در کلونی دولت ایرانی. توجه بفرمایید، روایت جمهوری اسلامی هیچ چیز مطلق حقیقی مقدس نیست. اینجا شما با قدرتی روبرو هستید که این قدرت سعی دارد آخرین مقاومت‌های درونی یک سرزمین رو بکشد، نابود بکند تا بتواند به حیات ابدی خود ادامه بدهد. حالا ببینید خانم فائقه آتشین، فاحش سلبریتی یهود ساخته، حالا دوباره در این تغییرات ورود میکنه. ببینید وقتی شما میگید ایرانی، وقتی شما میگی ایرانیت، آنچه که اینها رو شما رو به یاد این سه چیز میاره، به این اسم میاره، سه چیزه: تصویره، طعمه و صداست. ببینید وقتی شما میگید ایران یعنی آشپزخانه ایرانی، Persian cuisine، حلیم بادمجون، قرمه سبزی. وقتی شما میگید ایران یعنی جمیله، یعنی گوگوش، یعنی پوران، یعنی دلکش. خب وقتی شما میگید ایران یعنی سینمای ایران. شما همین رو در ترکیه هم میبینید، در مصر هم میبینید. کورپوریشن های اصلی که میسازند و یهود میسازه، همین کار رو هم در ترکیه کردن. ترکیه یعنی چه؟ ترکیه یعنی ترکیش کوزین، کباب و انواع و اقسام کباب های مختلف و دونر و بعد یعنی صدا، ترانه، شبکه های شو مختلف، ترانه خوان‌های مختلف و یعنی سینما. و شما میبینید مصر
ترکیه و ایران سینما داره، برخلاف ما بقیه کشورهای خاورمیانه. سینمایی که هیچ بازدهی هم نداشت، ضرر میداد، اما میبایستی میبود تا تصویر میساخت، تا میتوانست از این ایران برای تو، از این ترکیه برای تو تصویر بسازد. خانم گوگوش چه کاره است؟ گوگوش رو گوگوش میکنند. این به این معنا نیست که یک زنی چون صدای قشنگی داره میتونه تبدیل بشه با استعدادی که داره، یه تالنتی که داره، این میتونه به یک سوپر استار تبدیل بشه. شما برای تبدیل شدن به سوپر استار تبلیغات عظیمی میخواهید، سرمایه بزرگی میخواهید، دستهای بسیاری میخواهید، اراده‌ای برای دیده شدن میخواهید. همونطور که شما میدونید فیلم دایره مینای مهرجویی وقتی ساخته میشه اجازه اکران بهش داده نمیشه در زمان پهلوی، تا اینکه دولت پهلوی میاد سازمان انتقال خون رو درست میکنه. 7 سال بعد خودش همین فیلم رو میفرسته، فیلمی که اجازه اکران بهش نداده رو میفرسته برای اسکار. توجه میفرمایید. پس شما اینجا میبینید کسانی چون گوگوش رو که برمیسازند کار دارن. گوگوش یعنی این ایران کورپوریشنی. گوگوش به نوعی شجریان پاپ است. گوگوشه که میره در روز ملی افغانستان میخواند. به همین خاطر این تصویر و این صدا تحولات این کورپوریشن رو رقم میزنه. خب وقتی شما دائما در تریبون ها میشنوید که رهبریتی وجود ندارد تا جمهوری اسلامی را به زیر بکشد، چرا وجود نداره؟ چون اراده‌ای وجود نداره که رهبریتی به وجود بیاد. چون دیگه BBC و وایس آف آمریکایی نمیخواهد کسی را برجسته بکند به عنوان رهبر بلا منازع اپوزیسیون در مقابل کورپوریشن ایرانی، پس نمیسازند. اما تکرار میکنن رهبریتی وجود ندارد. ما بایستی چه کار کنیم؟ ما بایستی بر محور دموکراسی و حقوق بشر و سکولاریسم بیستیم و سعی بر چانه زنی بکنیم. باقی با حکامان تحت نام چه؟ تحت نام آشتی ملی، با تقلید از نلسون ماندلا و کنگره آفریقای جنوبی. اینها بمباردمنتی است که از ذهن مردمان ما میکنند و سعی دارند این تغییرات رو سوار بر این مسائل بکنند. ببین خانم گوگوش 4 روز پیش ترانه‌ای خوانده به نام حریق. ما گوش میدیم ببینیم خانم گوگوش داره چه چیزی رو در ضمیر ناخودآگاه ما میکارد. ما که دیگه مردم نیستیم، ما که در پوزیشن های مختلف قرار گرفتیم، هنرمندیم، روشن فکریم، متخصصیم، تالشی هستیم، فارسیم، کردیم، ما دیگه مردم نیستیم. ما تعبیر فلسفی از جهان خود نداریم. نه ما یک مشت یهود نوشته تحت نام یک تاریخ خطی شاهان فاسد اکثریت ترک تبار داریم که محتوم به یک زندگی خار خفیف رعیتی نابود بودیم که امروز به یمن کشورهای غربی و متفکرین غربی داریم احساس انسانیت میکنیم و همش هم تحت لوای حقوق بشر ما بشریت رو گدایی میکنیم. تو رو خدا ما رو نزنید، تو رو خدا ما رو نکشید، ما هم آدمیم. توجه میفرمایید؟ اینها را یادمون دادن. حالا توجه کنید خانم فائقه آتشین، ترانه حریق، ترانه ترانه سرا رها اعتمادی.
همسفر خاطره های خوب تو. به پشت سر نگاه نکن، دلت میگیره همسفر. در صورتی که ما میدونیم یکی از بزرگترین رمان‌های جهان رمان در جستجوی زمان از دست رفته مارسل پروسته. آدمی هیچی نیست به جز خاطراتش. همونطوری که پاسترناک در جلسه ادبای بزرگ روسیه در زمان استالین پا میشه و سونات مشهور شکسپیر رو میخونه When to the session of sweet silence start I summon up remembrance things past. وقتی میخواد یخ دیکتاتوریت استالین رو بشکنه میگه که ما در خلوت خودمون خاطرات گذشته و عظمت خودمون رو بیاد خواهیم آورد. اما خانم گوش داره به تو میگه که به پشت سرت نگاه نکن. فراموش بکن تو کی بودی. فراموش بکن یه مشت خاطرات خوشتو با خودت نگه دار. خاطرات تلختو ولش کن، بی خیالش. فراموش بکن. از تو میخواد چی بسازه؟ یک انسان بی حافظه. دقیقا اون کاری که از 200 سال پیش دستگاه یهودیت با ماها کرده. مشتی مردمانی دچار توهم و بحران هویتی در پس پرده یک توهم بزرگ. هیچ کی هم مردم نیست. هیچ کی هم هیچ قدرتی نداره. ما روز به روز داریم ضعیفتر و بی اراده تر میشیم در پس توهم مدرن شدن. حالا این خانم گوگوش داره بهت میگه که به پشت سر نگاه نکن، خاطرات قشنگ تو با خودش داشته باش. در صورتی که اربابان غربی شما، بزرگان شما دارن بهتون میگن که آدمی هیچی نیست به جز خاطراتش. که من از سونات شکسپیر برای شما یک شاهد مثال آوردم از رمان عظیم مارسل پروست به نام در جستجوی زمان از دست رفته. بردارو با خودت ببر بذار فراموشم بشه کی خونم و آتیش زده تو هم بیا. بذار فراموشم بشه کی خونم و آتیش زده. شما این رو برو به یک تکزاسی بگو، پدرت در میاره، با گوله سوراخت میکنه. چرا بایستی فراموشم بشه کی خونم و آتیش زده؟ چرا شما دارید از ماها یک مشت انسان اخته میسازید؟ چرا شماها دارید از ما یک مشت فاحشگان تسلیم شده شیفتگان تصویر قربانی تجاوز میخواید بسازید؟ چرا؟ فراموش بکن کی خونت و آتیش زده. چرا بایستی فراموش بکنیم؟ کسی سوال نمیکنه از خودش. خانم فاقه آتشین رو کی ساخت؟ کی اینها رو برجسته کرد؟ شوهای مختلف تلویزیونی برای چه بود؟ این اصرار بر این کورپوریشن ایرانی که ثمرش به جز فقر، به جز فساد، به جز نابودی، به جز ذلیلی انسانهای این سرزمین هیچ دیگر نبود چیست؟ این روایت چیه که ما اینقدر دوستش داریم؟ یعنی چی کسی که خونتو آتیش زده فراموشش کن؟ کجای دنیا کسی به کسی تجاوز میکنه؟ مگر شما امروز پشت شعارهای قربانی سازیتون نمیری تجاوزات جنسی رو برجسته میکنید و قشنگ میکنید و زیبا میکنید و تبلیغ براش میکنید که بایستی در مقابلش ایستاد؟ چطور شد الان کسی خونه ما رو آتیش زد ما فراموش کنیم؟ خب ادامه میده. دیابا مثل من به رود نیار حالت بده. خودتو گول بزن، ایرادی نداره که ما له شدگان تاریخیم. ما یه مشت رعیت زاده بودیم، شانس آوردیم. آمریکایی ها و انگلیسی ها اومدن آدممون کردن. آره ما یه مشت احمق بودیم. تو هم به رو خودت نیار که مثل من حالت بده. قبول کن انگلیسی میگه که اگه به تجاوز کردن استقبال کن تا ازش لذت ببری. خب
که تو دلت امید تو آتیش زدن. برود نیار کیا خومن، برود نیار کیا. برود نیار که تو دلت امید تو آتیش زدن. برود نیار کیا خوبن کیا بدن. چرا من بایستی این اختگی رو بپذیرم، دوست داشته باشم؟ چرا من بایستی در این وضعیت اختگی سکونت بکنم؟ چرا شما ها میخواید قدرت رو از مردم بگیرید؟ چرا شما ها میخواید از مردم قربانی بسازید که دوست داشته باشه از این تعابیر مظلومیت و فقر و بوجندی و مورد تجاوز واقع شدگی لذت ببره و پس پشت این احساس بودن بکنه؟ شما چه چیزی نصیبت میشه؟ ببینید، آنچه که حاکمان است مشتی رام میخواهند، مشتی موجودات شلاق خورده میخواهند. شما وقتی میخواید یک سگی رو تربیت کنید، پوزه بند بهش میزنید تا گاز نگیره، تا هر جوری که تو دلت میخواد برش فرمان برانی. یادش بدی کی بشینه کی پاشه، یادش بدی که تو خونه تو بایستی زندگی بکنه. بعد میبری اینا اختش میکنی به خاطر اینکه مشکلات برات درست نکنه. پوزه بند بهش میزنی، یادش میدی سر وقت غذا بخوره، نظم یادش میدی تا اینو رامش بکنی. رام که میشه چی میشه؟ تبدیل میشه به یک دستاویز شما برای سرگرمی در خونه. شما تمام حس عظمت طلبی و دیکتاتوریت درونی خودت رو روی این سگ پیاده میکنی. تو یک سگی رو نمیخوای که آزاد باشه، رها باشه، دوست نداری، تو گاز میگیره، چون از تو فرمان نمیبره. پس تو یک سگ شلاق خورده میخوای و این رو در یک پروسس تربیت میکنی. اینا از ماها یک مشت انسانهای له شده بی اراده میخواهند، یک مشت استخوان و گوشتی که فقط راه میرود، مصرف میکند و مصرف میشود. نه شخصیت داره، نه فردیت داره، نه خلاقیت داره، نه موجودیت داره. یه مشت اسمن، یه مشت شماره هستن، در آمارها قرار میگیرن. 2000 نفر مرد، 100,000 نفر احساس خوشبختی میکنن. یه کوچه اجباری ببین، زخماتو یادش نمیره. یه کوچه اجباری ببین، زخماتو یادش نمیره. جسم تو میبخشه بهت، روح تو اما میگیره. جسم تو میبخشه بهت، روح تو اما میگیره. یه کوچه اجباری، اونی که کورپوریشن ایرانی روایت جمهوری اسلامی خیلی از شماها رو کوچاند و شماها از موتن خودتون کوچیده شدید، به شهرها و در حاشیه شهرها قرار گرفتید. از در حاشیه شهرها هم به جایی نرسیدید، جلای سرزمین کردید. آره، تنتون رو نجات دادید، اما روحتان در بند بود. در این تبعید کده جهانی قرار گرفتید، بی سرزمین شدید، بی قرار شدید. خب حالا چه کار بایستی بکنید؟ بهتون میگه، بیادت میاره این آوارگی ها و تبعید هایی رو که کشیدی، فقط جسمتو نجات دادی. به همین خاطر بدو میری ایران 3 ماه در سال. تو هم بیا و مثل من برود نیار حالت بده، بذار فراموشم بشه کی خونم و آتیش زده، کی خونم و آتیش زده.
به پشت سر نگاه نکن، هیچی نمونده از قدیم، نموند. راست میگه اینا تمام وجود ما رو پاک کردن، اینا برای ما یک مشت جعلیات ساختن. طرف از علی گودرز و از بروجرد و از موتن اصلی خودش کوچانده شد به مسجد سلیمان و بهش گفتن تو ایرانی هستی. این در پس توهم این ایرانیت و کورش کبیر یهود ساخته ماشی یهود، این دیوانه شد، به گرسنگی کشیده شد، به فحشا کشیده شد، از قدرت افتاد، تبدیل به ابزار جنایت شد. راست میگه، از قدیم چیزی نمانده، از این کردیت و آزادی و اختیار چیزی نمانده، همش انقیاد است، انقیاد نظام سلطه است، انقیاد دولتی است، انقیاد قانون است. راست میگه، چیزی از قدیم نمونده. دنبال چی داری میگردی؟ هر چی میخواستی برات ساختیم، شیخ برات ساختیم، ملا برات ساختیم، شیعه برات ساختیم، اسلام برات ساختیم، اینا رو همه برات ساختیم، چون اساس حکومت‌های جهان امروز بر اساس انقیاد ادیان ابراهیمی پایریزی شده. راست میگه، دنبال چی میگردی؟ چیزی از قدیم نمانده. فراموش کن، به پشت سرت نگاه نکن، جلو رو نگاه کن، افق پاتایا رو ببین. همه رو شیمیل میکنیم. یادتونه خمینی میگفت همه رو خوشبخت میکنیم؟ اینا همه رو شیمیل میکنن. چنان مرکز جنسی توریستی بسازن در خاورمیانه، بیای و حال کنی. آره راست میگه، به پشت سر نگاه نکن. خانم گوگوش با این ترانه ناخودآگاه شما رو تسخیر میکنه. این شجریان پاپ دستگاه یهودیت آنوسی دولت ایرانی ناخودآگاه شما رو میگیره. خاطرتون هست؟ همتون وقتی میگفتید گذشته میگفتیم گذشته ها گذشته. اون ترانه معین، گذشته ها گذشته. کوبه رو محکم‌تر نزن، ما اشتباهی در زدیم. کوبه رو محکمتر نزن، ما اشتباهی در زدیم. اینجا هیچ خبری نیست. میفهمید؟ دنبال چی میگردی؟ آزادی؟ آزادی موجود نیست. تسلیم شو، اخته شو، رام شو، غلط نکن. به اون که بهت میدن قانع باش. به تو چه؟ در پوزیشن معلمیت بمون، بقال بمون. انگاری انسان بقال نمیتواند بقال باشد و حاکم باشد و احساس حاکمیت بکند، احساس بکند این سرزمین از آن من است و هیچ کسی نمیتونه ارادش رو بر من تحمیل بکنه. اینا اینطوری برای تو تصویر سازی کردن که حاکم یه نفره میره اون بالا میشینه تو کاخ و گفتن نه یه شیوه دیگه هم هست، اسمش دموکراسی. شما میری رأی میدی، نماینده میفرستی. هیچ کسی در این جهان نماینده من نیست. این احساس حاکمیت رو بایستی تمام آحاد مردم میکردن. میگن مردم بها نمیدن. نه، مردم باور ندارن حاکمند، مردم باور ندارن در موقعیت مردمند، وگرنه همین مردم میشه قاچاقچی مواد مخدر تا پای جانش هم میسته برای پولی که میخواد. همین مردم در خیابون سر یه بوق نزاع خیابونی میکنن، همدیگه رو با کارد میکشن. چطور اینا حاضر نیستن برای حاکم شدن خود بهای سنگین بپردازن؟ چطور اینا بابت قاچاقچیگری و مواد فروشی و تن فروشی بهای سنگین میدن اما برای حاکم شدن نمیدن؟ برای یه مشت دلار میدن چون فکر میکنن این خیلی ملموسه. آره این میخوره بهشون. آره امکان پذیره. 50,000 پوند، 10,000 پوند، 100 پوند امکان پذیره، اما امکان پذیر نیست این حاکم بشه، چون همه جا نمیشن تو قصر. کی این ذهنیت رو درست کرده؟ مشتی پدر سوخته تحت نام روشنفکر، دانشگاهیان تحت نام شیفتگان نظام انقیادگر جودو کریستیانیتی، که حاکم کسی است که در کاخ میشیند، یا کاخ ریاست جمهوری یا کاخ سلطنت، یک نفر حاکم میشود. در صورتی که در سرزمین ما در درازنای تاریخ انسانهای کردی، اون انسانهای حقیقی که در جهان اختیار زندگی میکردن، همگی حاکم بودند. چه مردم نمیفهمه حاکمیت چه شکلیه؟ راست میگین، چیزی دیگه از قدیما نمونده.
خاطره ای نمونده. شما اصلا خاطره نذاشتید. یک مشت یهود نوشته تو ذهن مردم کردید. ایرانی چیه؟ پرشن کوزین. قرمه سبزی. ایرانی کیه؟ کمکم کنه گوگوش. ایرانی کیه؟ ایران کیه؟ فیلم قیصر، گنج قارون، دالهو. ایران اینه. سینما، موسیقی، به طعم غذا. خوب بلدن کارشون رو یهودیه، نه؟ خیلی خوب بلدن. حالا تو داری مرحله بعدی رو برای ماها در ضمیر ناخودآگاهمون جا میندازی. خانم گوگوش، تو رو گوگوشت کردن که این کارها رو بکنی، چه در زمان فاز دوم پهلوی چه در زمان حال. ما اشتباهی در زدیم، تو هم بیا و مثل من به رود نیار. حالت بده بذار فراموشم بشه، کی خونم و آتیش زده، کی خونم و آتیش زده. با هر مرور خاطره، با اشکای گونه نشین، با هر مرور خاطره با اشکای گونه نشین، ببین تو آغوش جهان نجا داریم نه سرزمین. ببین تو آغوش جهان نجا داریم نه سرزمین. خب چه کار کن؟ فراموش کن. دیدی؟ با هر مروری که تو میکنی و با این اشکای گونه نشینت در آغوش جهان میبینی نه جا داری نه سرزمین. بایستی فراموش بکنی تا جادار بشی و سرزمین دار بشی، تا یهود بهت اجازه بده برگردی به سرزمین خودت. یهودی های آنوسی، راست میگه، داره اینو میکنه تو ناخودآگاه تو. یه ترانه زرد با یه شعر زرد با یه موسیقی زرد قشنگ به نام خانم گوگوش فائقه آتشین فاحشه یهودیت داره این رو میکنه تو ذهن آحاد مردمان این سرزمین. ادامه قصه‌مونو به بغض 100 ساله ببخش. ادامه قصه‌مونو به بغض 100 ساله ببخش. 100 ساله یعنی چی؟ 100 ساله یعنی ساخت کورپوریشن ایرانی، یعنی تلاشی که امت کردی برای رهایی و آزادی کرد، اما خب به دلیل نادانستهاش از آدرس های غلطی وارد شد، از اسم های مختلفی وارد شد به جز کردیت. آنچه که اونها رو وادار میکرد که انقلابی باشند، که انسان مخیر باشند، که خود رو سرور بدانند، کردیت بود، نه هیچ اسم دیگری. شما جوهر یک چیز رو، اسانس یک چیز رو در وجودت نداشته باشی، هیچ کتابی، هیچ ایدئولوژی نمیتواند این تصویر رو به شما بدهد. ولی مردمان ما نمیدانستند، الانم نمیدانند. حالا این بغضو فراموشش کن، نگر تعقیب این آزادی نکن، نمیشه. فراموش کن. خونتم کی آتیش زده فراموش کن، ول کن، ادامه بده. مرگی از تاریخ ما، افتادن از عرش به فرش، افتادن از عرش به فرش. خب وقتی صادق زیبا کلام به شماها میگه اگر جمهوری اسلامی برود، نظام دولت ایرانی برود، ایشان میگه نظام یعنی سیستم دولت ایرانی برود، این سرزمین تجزیه میشه. اینم داره همینو بهت میگه. همایون هم همینو بهت میگه. شعل سعدی هم همینو بهت میگه. نوریزاد هم همینو بهت میگه. علی جوانمردی هم همینو بهت میگه. یعنی که یعنی ساختار سیستم بایستی بماند. این سیستم انقیادگر یهود ساخته بایستی بماند. این روایت جعلی که انسانها رو از قدرت میندازه و تبدیل به برده میکنه بایستی بماند.
از اون ور کانال من و تو رو برات میسازن، از این ور کیهان شریعت مداری صحبت میکنه، پاست میده با وایس آف امریکا. گوگوش برات ترانه میگه، آیت الله امجد میاد حکم اخلاقی مذهبی شیعی میده، از رهبر جائر مفلوک قاتل صحبت میکنه. آیت الله امجد میاد به شماها میگه که اونی که در این سرزمین تحت نام لواط کشتنش از 40 سال پیش، تحت نام جرائم مختلف مواد مخدر کشتنش و اعدامش کردن، از نصیری گرفته تا هویدا تا تابستان 68 شهیدن و آمرین جمهوری اسلامی برن توبه بکنن که قاتلند. کی آقای امجد به این حرفا رسیده؟ جدیدن بعد از مرگ روح الله جان زم. این آقا 40 ساله به این نتیجه نرسیده بود اونایی که لواط کردن جمهوری اسلامی اعدامشون کرده شهیدن، وجدانش عذابش نمیداد تا اینکه روح الله جان زمو کشتن، حالا زبون باز کرده، وجدانش عذابش میده. شما اصلا فکر نکنید اینها هدایت شده است ها. نه، فکر کن گوگوش یه آدم با استعدادی بوده، گوگوش got talent، تونسته بیاد این جغرافیا رو بخوره. خیلی صدای قشنگی داره، عجیب نغمه اهورایی داره، مثل داوود میمونه صداش. اینو میسازنت، پول صرفت میکنن، تبلیغات پشتت را میندازن، در جلد اول مجله ها قرار میگیری، دوربین های تلویزیونی تو رو میبیننت، بزرگت میکنن، مثل فیلم دایره مینا، مثل این اسکارها و نخلها و جوایزی که به کسان منتخب داده میشود. حکایت چیست؟ حکایت اینه ما از این نابودتر هم بایستی بشیم. تمام اینها بازیه، یک مشت اراجیفی که میخواهد چیزی را در ذهن ما نهادینه بکنه. ضعف، فقر، شیفتگی، فاحشگی، اختگی رو در ماها نهادینه کردن. ما مردم نیستیم، هیچ کدام از ماها مردم نیست. هیچ کسی خودشو صاحبان آن مملکت نمیدانه، همه فراری شدن. تو وطن داری که فرار کردی. طرف رگش برای کوروش بالا میاد، کوروش میکنه، 50,000 کیلومتر هم سرزمین رو رها کرده در رفته، حاضرم نیست برگرده، دلش هم نمیخواد برگرده، اما حال میکنه با خانم گوگوش، دوست داره، این اختگی رو دوست داره، این صفت LGBT بودن رو دوست داره، شیکه، همون شیکی که پهلوی براشون تبلیغ کرد، با تمام قدرت با دستگاه یهودیت تو ذهن اینها کرد. یک مشت پارسی هندی رو ریخت تو این مملکت، شدن سرآمدان فاحشگان در این سرزمین و تمام وجود ماها را حک کردن. این اون حکایتی است که ادامه دارد و علی خامنه ای سیستم دولت ایرانی میخواهد با هر چنگ و دندانی شده است خودش را به ابدیت برساند و ما مردمان این سرزمین نابودتر خواهیم شد. این اون تلاش دست جمعی و حمله همه جانبه و همه سویه‌ای است که به طرف ماها شده. وقتتون